به نام خدا، با سلام و عرض احترام خدمت دوستان عزیز. من محمد حسین ترحنده هستم، 30 ساله و کارشناس رادیولوژی. من به تازگی موفق به اخذ ویزای تحصیلی از کشور کانادا شدم و خیلی خوشحالم که برای امر پیچیده‌ای مثل مهاجرت مؤسسه ملک پور را انتخاب کردم. خب راستش من مدت‌ها به فکر مهاجرت بودم و به شرکت‌های زیادی هم مراجعه می‌کردم، اما بنا به دلایلی باشون قرارداد نمی‌بستم. یکی از اون دلایل این بود که اون شرکت‌ها هیچ سندی که نشون بده پرونده‌های قبلیشون چقدر موفقیت آمیز بوده ارائه نمیدادن تا آدم خیالش راحت بشه. در صورتی که شما همین الان اگه به وبسایت MRE مراجعه کنید، تک تک ویزاها هست، تک تک مصاحبه ها با موکلای قبلی هست، میتونید تماشا کنید. دلیل دومش هم این بود که مؤسسه ملک پور به هر حال یه مؤسسه اسم و رسمدار و شناخته شده هستش، طوری که من به هر کدوم از دوستان میگفتم که از طریق این مؤسسه در حال اقدام هستم، ادعا میکردن که تعریف مؤسسه رو شنیدن و با مؤسسه آشنایی دارن. به همین خاطر میخواستم از جناب آقای ملک پور تشکر کنم که این مجموعه خوب و حرفه‌ای رو گردآوری کردن تا افرادی که مثل من به مهاجرت فکر میکنن بتونن به این آرزوشون برسن. همچنین از مشاورین خوب و زحمتکشم جناب آقای بابایی، جناب آقای خرمشاهی، همچنین CM شماره 7 که توی این مدت صبورانه با توصیه هاشون کمک کردن این پرونده من ختم به خیر بشه، کمال تشکر و قدردانی رو دارم و برای این عزیزان آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم.